أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 81 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 82 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثانی و ثمانون، یعنی درس 82. الدرس الثانی و ثمانون، درس 82. درس 82 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید با تمام نازکی حفظ کرده شوند. اولین کلمه ای که میارد صاحب کتاب میگوید سهره. سهره یعنی شب زنده داری کرد، یعنی شب را خواب نکرده بیدار ایستاد. سهره یعنی شب را بیدار روز کرد. این فعل ماضی است. فعل مضارعش میشود یسهرو. یسهرو یعنی روز شب را بیدار روز میکند. یسهرو شب را بیدار روز میکند یا شب زنده داری میکند. مصدرش میشود سحرون، یعنی شب زنده داری کردن، شب را بیدار روز کردن. پس این سهره یسهرو از 22 باب صرفیه که خوندیم از باب 4 هست، از باب علم یعلمو هست. سهره به مثل علم، یسهرو به مثل یعلمو از باب 4 هست. بعد از این میگوید باب 4 یعنی ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید البارحه. البارحه یعنی شب گذشته. البارحه شب گذشته. بعد از این میگوید من الثابت ان، یعنی گپ دوام دارد، سخن دوام دارد. پس ترجمه اش که ثابت است، این کی ثابت است. من الثابت ان ثابت است. می شود ترجمه دیگر هم کنیم که بی شبهه. من الثابت ان بی شبهه این کی. بعد از این میگوید تبدیل. تبدیل یعنی تغییر دادن، دگرگون کردن. تبدیل تغییر دادن یا تغییر یافتن، دگرگون کردن یا دگرگون شدن، این طور ترجمه می شود. تبدیل از 22 باب صرفیه که ما و شما خوندیم مصدر باب 8 هست. یعنی فعل این کلمه تبدیل مصدر هست. فعل ماضیش می شود بدل، یبدل تبدیل، و مثل فرح یفرح تفریح. پس از باب 8 است، باب ثلاثی مزید است. بدل فعل ماضیش یعنی که تغییر داد، یبدل تغییر میدهد، تبدیل تغییر دادن. بعد از این میگوید تبدیل الهوایی، یعنی تغییر یافتن باد و هوا. هوا میشود باد و هوا بگوییم یا هوا میشود شمال بگوییم. تبدیل الهوایی تغییر یافتن شمال یا تغییر یافتن باد و هوا، دگرگون شدن باد و هوا. بعد از این میگوید مسکنون. مسکنون یعنی خانه، جای سکونت. مسکن جایی که انسان زندگی میکند. پس میشود بگوییم مسکن یعنی خانه. جمعش میشود مساکنو، مسکنها، خانه ها. پس این مسکن اسمی زمان و مکان هست، زیرا که بر وزن مفعلون هست.
سکنه یسکنو، اصل کلمش از سکنه گرفته گل. سکنه یعنی زندگی کرد، یسکنو زندگی میکند. از 22 باب صرفی از بابی نصر ینصرو است، از یکم باب هست. اسم زمان و مکانش بر وزن مفعلون میآید، چطوری که شما میبینید مسکنون. مسکنون یعنی جای زندگی، جای زیست، مکانی که در اون زندگی میکنید، یا وقت زندگی کردن. مسکن همچنین به معنای وقت زندگی کردن میآید، زمین که اسم زمان و اسم مکان هست این کلمه مسکن. و این مسکن قیاسی است، اما غیر قیاسی با ما داریم، میگن مسکین، بر کاف کسره میکنن میگن مسکینون، و مثل مسجدون، مطلعون. اینها از عرب شنیدگی هستیم، مسکین، مطلع، مسجد، اما اینها غیر قیاسی هستند، یعنی سماعی هستند. قیاسی باید بگویم مسجد، جای سجده کنیم، مطلع جای آفتاب برآمدن یا جای طلوع کردن، مسکن جای زندگی کردن. پس مسکن قیاسی است و مسکین سماعی هست از عرب. بعد از این میگوید حینون. حینون یعنی وقت، زمان. حین وقت یا زمان. جمعش میشود احیانون، یعنی وقتها، زمانها. احیانون وقتها، زمانها. بعد از این میگوید حینن بعد حینین، یعنی زمان بعد از زمان. حینن بعد حینین، زمان بعد از زمان، یا وقت بعد از وقت. بعد از این میگوید کلاهما. کلاهما یعنی هر دوتای آنها مردها. کلا دو کس، هما ویها دو کس. کلاهما یعنی هر دی آنها ویها، این مذکر است. کلتاهما هر دی ویها دو زن، اینش مؤنث است. پس کلاهما و کلتاهما به تاجیکی ترجمهش هر دی ویها. کلاهماش برای مذکر است، کلتاهماش برای مؤنث. و ناگفته نماند که کلمه کلاهما و کلتاهما این ملحق به مثنا هست در اعراب. یعنی چی؟ یعنی در حالت رفع میگیم کلاهما یا کلتاهما، الف قطعی. کلا ببینید الف دارد، کلتا الف دارد. پس میگه که جاء کلاهما، یعنی آمدن اون مردا هر دوش یک جا. جاءت کلتاهما، آمدن ویها زنها هر دوش یک جا. ببین کلاهما و کلتاهما گفتیم، چرا؟ زیرا اینکه فاعل جاء هست، علامت. پس میگیم کلا فاعل مرفوع علامت رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى. یا کلتاهما همینطور، کلتا فاعل مرفوع علامت رفعه الالف لانه ملحق بالمثنى. پس کلا مضاف، هما مضاف الیه، یا کلتا مضاف، هما در محل جر مضاف الیه اعراب می شود. اما حالت نصب و جرش بیا می شود. پس بگوی که من دیدم هر دیوی ها را، میگوی رأیتو کلتیهما. ببینید کلتی، کلتیهما دو زن را. یا رأیتو کلیهما، کلی اینجا الف ده یا میاریم به خاطر اونه که پس میگیم رأیتو فعل فاعل، کلیهما کلی مفعول به منصوب و علامت نصبه الیا لانه ملحق بالمثنى، ملحق به مثنی است. کلتیهما همینطور، کلتی مفعول به منصوب و علامت نصبه الیا لانه ملحق بالمثنى. حالت جرش هم همینطور است. سلمتو علی کلیهما یا سلمتو علی کلتیهما. دیدید؟ و مثل مثنی اعراب می شود کلاهما و کلتاهما. اما اینا شرط دارد، به شرطی که بعد از اینها اسم مضاف الیه بیاید، یعنی ضمیر باشد مضاف الیه، یا بعدش مضاف الیه اگر بیاید. بعد از این میگوید که همسن. همسن یعنی آهسته آهسته. همسن آهسته. یا کارا میگوید با همس بکن، یعنی آهسته آهسته بکن. یا پس گپ زدن نباشه، میگه تکلم همسن، یعنی سخن بگو پست، پست سخن بگو. همسن یعنی پست.
یا میتونیم بگیم آهسته آهسته. بعد از این میگه ضیقون. ضیقون یعنی تنگ. ضیق تنگ رو میگوین. ضیقون یعنی تنگ. بعد از این میگه ملتوین. ملتوین یعنی کج. ملتوین هر چیزی که کجله باشد، کج باشد، او را میگن ملتوین. پس این کلمه ملتوین اعراب قاضین شدگی است. این تنوینی که میبینید، این تنوین عوض عن الحرف علت است. اصلش ملتویون بود. ملتویون یا داشت، یا را حذف کردیم به علتهای صرفی، پس تنوین را در جایش آوردیم. ملتوین. میتونیم بگیم که این تنوینی عوض از جایی یا که یا را ما حذف کردیم مثلا به التقای ساکنین، این تنوین میتونیم تنوینی بدل از حرف علت هم نگیریم. میتونیم بگیم که تنوین یعنی تنوین اصلی کلمه هست. همون نون ساکنه که در ملتویون بود همون تنوین هست. بعد از این میگوید مستقیمون. مستقیمون یعنی راست. مستقیمون راست. پس مستقیم اسم فاعل است. فعل ماضیش استقامه، فعل مضارعش یستقیمو، مصدرش میشود استقامتون. پس استقامه، استقامه یستقیمو استقامتون. استقامه یعنی راست شد، یستقیمو راست میشود، استقامتو راست شدن. این از 22 باب صرفی از باب 15 است. باب استخرج یستخرج استخراج. اما این اجوفی یایی هست یا اجوفی واوی هست، زیرا که از قوامه گرفتگی است اصل کلمهش. مستقیمون پس میشود راست، اسم فاعل هست. بعد از این میگه فی المنامی. فی المنام یعنی در خواب. فی المنام یعنی در خواب. بعدش میگه تعرض لی. تعرض لی، این لام به خاطر آمدگی است که این کلمه را معناش اگر لام بیاید بعدش به معنای قرار گرفت یا به معنای دوچار شد، این طور ترجمه می شود. تعرض لی قرار گرفت، دوچار شد. و معناهای زیاد قطعی می آید. به معنای حمله کردن می آید، به معنای هجوم کردن، هدف قرار دادن می آید. تعرض هدف قرار داد یا که هجوم کرد، حمله کرد. معنای زیاد قطعی میاد. اما تعرض در این حواری که صاحب کتاب میاد فقط به دو معنا ترجمه کرده میتوانیمش. اول به معنای قرار گرفتن، دوم به معنای دوچار شدن. تعرض لی به معنای دوچار شد یا قرار گرفت. تعرض یتعرض تعرضا، این از 22 باب صرفی از باب 13 است. باب تکلم یتکلم تکلما از باب 13 هست. بعد از این میگه مظلتون. مظلتون یعنی چتر، چطوری که در صورت هم میبینید چتر، یا به روسی میگن زانتیک. یا مظله هر آن چیز آلتی که برای ما سایگی میدهد، زیرا که از ظل، از کلمه ظلون گرفته گه. ظل یعنی سایه. مظله هر آن چیزی که برای ما سایگی میدهد همون را میگن مظله. آلتی سایگی دهنده یا آلتی که برای ما سایگی میدهد، پس او را میگن مظلتون. مظلتون اسمی آلت است. بعد از این میگوید مظلاتون، جمعش جمع مؤنث سالم. مظلاتون یعنی چترها، زانتیک ها یا آلت های سایه دهنده. بعد از این میگوید مجرى الهوایی. مجرى الهوایی به معنای راه نفس هم می شود. هوا را در اینجا به معنای نفس میگیریم. مجرا یعنی راه، یعنی جای میبرآمدگی نفس. مجرى الهوایی یعنی راه نفس، جای نفس میبرآمدگی. و می شود مجرى الهوایی اگر هوا را به معنای شمال بگیریم، مجرى الهوایی یعنی دم شمال، روپروی شمال، جایی که شمال سخت است در جای شمال سخت قرار گرفتن. مجرى الهوا به معنای دم شمال. بعد از این میگوید تعرض لمجرى الهوایی. تعرض لمجرى الهوایی یعنی که دوچار شد
این لی را به معنای به ترجمه میکنیم یا در ترجمه میکنیم. قرار گرفت در دم شمال، یعنی شمال بسیار سخت بود، در دم شمال قرار گرفت. یا تعرض، دوچار شد در دم شمال یا بدم شمال، دوچار شد در دم شمال یا قرار گرفت در دم شمال. تعرض به معنای قرار گرفتن، چطوری که پیشتن ذکرش کردیم. تعرض لمجرى الهوایی، یعنی دوچار شد در دم شمال، قرار گرفت در دم شمال. بعدش میگه اصبح. اصبح اینجا اصلا اصبح به معنای صبح کرد یا در وقت صبح در آمد، صبحگاه آمدن رو میگویند. اما اصبح اینجا به معنای ساره آمدگی است، به معنای ساره. پس به معنای ساره که باشد، پس اصبح را به معنای گشت ترجمه میکنیم. اصبح یعنی گشت است. وی مرد در زمان گذشته فعل ماضی است. اصبح یصبح اصباح. اصبح گشت، یصبح میگردد، اصباح گشتن. از 22 باب صرفی از باب هفتم هست، از باب اکرم یکرم و اکرام. بعد از این میگوید فرغ من. فرغ من یعنی بیکار شد. فرغ من به معنای بیکار شده، به معنای خلاص کرد. فرغ من به معنای خلاص کرد. این مین ترجمه نمیکنه، مین برای تعدیه هست. فرغ من یعنی خلاص کرد. این فعل ماضی است. فعل مضارعش یفرغو، خلاص میکند. یفرغو خلاص میکند. مصدرش میشود فراغون، خلاص شدن یا خلاص کردن. خلاص شدن یا خلاص کردن ترجمه میشود. پس فرغ یفرغو از 22 باب صرفی از باب سیوم هست، از همون بابی که شرط دارد که عین کلمه یا لام کلمه حرف حلق باشد. ببین اینجا در حرف حلق است، غین. فرغ، فعل، لام کلمه حرف حلق است. پس موافقت میکند به شرط باب سیوم و خودشم از باب سیوم است. فرغ به مثل فتح، یفرغو به مثل یفتحو از باب سیوم هست. بعد از این میگوید تفرغ لی. تفرغ لی اینجا به معنای بیکار شد. تفرغ به معنای خودش رو بیکار کرد، یعنی وقت پیدا کرد، بیکار شد. تفرغ از 22 باب صرفی از باب 13 هم است. پس میگیم تفرغ یتفرغ تفرغا و مثل تکلم یتکلم تکلما. بعد از این میگوید کان علینا ان. کان علینا ان ترجمه واضح ترش باید کی یا ما باید کی. باید کی ما. کان علینا ان، کان یعنی باید، علینا ما، ان کی. کان علینا ان، ما باید کی. این تا ترجمه کنیم بهتر است. اما اگر یک تا ترجمه کنیم کان علینا ان، بود بالای ما این کی. بود، کان بود، علینا بالای ما، ان این کی. این تا ترجمه می شود. اما بهتر بگیم ما باید کی. اما دوامش جمله که آمد انشاءالله بعد ترجمهش واضح تر می شود. بعدش میگوید فی استطاعتی. فی استطاعتی یعنی در استطاعت من هست. میشود بهترین ترجمهش یا ترجمه بهترین است که بگیم می توانم. فی استطاعتی یعنی می توانم. بعدش میگوید لیس فی استطاعتی. لیس فی استطاعتی یعنی در توان من نیست، یا بهترش بگیم نمی توانم. لیس فی استطاعتی یعنی نمی توانم. بعدش میگوید مترجمون. مترجمون ترجمان. هر انسانی که از زبان رو به زبان دیگر ترجمه میکنه رو چی میگن؟ مترجمون. مترجم این اسمی فاعل هست، برای خاطر میگن ترجمان، آدمی ترجمه کننده. پس مترجم از 22 باب صرفی از باب 19 هم هست. فعل ماضیش میشه ترجمه، فعل مضارعش یترجمو، فعل مصدرش میشه ترجمتن. ترجمه یترجمو، ترجمه ترجمه کرد.
یترجمو ترجمه میکند، ترجمتن ترجمه کردن. پس اسم فاعلش میشود مترجمون، ترجمه کننده، ترجمان. از باب چی است؟ از باب دحرج یدحرجو دحرجتن. پس اسم فاعلش میشید مدحرجون و مثل مترجمون. بعد از این میگوید یوم مصحن، یعنی روزی روشن، روزی که هوا غبار نیست، روزی که هوا صاف است. یوم مصحن یعنی روزی روشن. مصحن اعلال قاضین شدگی است، مصحیون بود، اصل یا داشت یا حذف شدگی است، صفت یومون هست. یوم مصحن یعنی روزی که صفت شمین است که روشن است، بی غبار هست. بعد از این میگوید ما کاد یذهبو حتی رجع، ما کاد یذهبو حتی رجع یعنی نزدیک بود برود بازگشت. ترجمه این را دقت بدید که مسئله کاد مسئله بسیار مهم است برای ترجمه. چرا؟ زیرا اینکه کاد ما اسم فعل های داریم، اونها را میگن اخوات کاده. پس ما و شما اخوات کانه را میدونیم. اخوات کانه میدونیم که در اول مبتدا و خبر میدروید. مبتدا را مرفوع میکند اسم کانه، خبر منصوب میکند خبر کانه میشد. و انا همین طور باز کاده داریم، اینها هم به مثل کانه افعال ناقصه هستند. اما این کاده با اخواتش در اول مبتدا و خبر نمیدرویند، اینها را شرطش دیگر هست. از این حساب اینها را قطعی یا همراه کانه یک جا نکردن. اون کانه با اخواتش نواسخ مبتدا و خبر در اول مبتدا و خبر میدروید. اما این کاده نه، این در اول مبتدا و خبر نمیدروید. این شرطای دیگر دارد که انشاءالله در آینده ها شرطش انشاءالله بیان میکنیم. اما حالا فقط همین قدر را بدونید که کاده اخوات دارد، یعنی خواهرها دارد. و اخوات کاده به سه قسم تقسیم می شود. یکم قسم افعال مقاربش میگویند، سه فعل هست، اونها کاده هست، همین کاده خودش، و اوشکه هست و کربه هست. این سه تا رو میگن افعال مقاربه. از بعدتر معنای مقاربه را میگیم برای چه افعال مقاربهش گفتن. دویم قسمی اخوات کاده افعال رجاء هست. افعال رجاء هم سه تا فعل است، عصا است و حرا است و اخلولقه هست. عصا، حرا، اخلولقه، انمی سه تا فعل است. اینا رو افعال رجاء میگوین. برای چی افعال رجاء میگوین؟ این را انشاءالله حاضر بیان میکنیم. و سیم قسمی اخوات کاده را افعال شروعش میگن، افعال شروع. پس افعال شروع فعلهاش خیلی زیاد هستند، به مثل شرع، بدأ، اخذ، جعل، انشأ، حب، طفق، اینها همه افعال شروع هستند، از اخواتی کاده هستند. همین چقدر تقسیمات کاده را گفتیم، هر سه قسمش همه فعلاش ناقص هستند، اسم و خبر میگیرن به مثل کانه. اما فقط اینها در اول مبتدا و خبر نمیدروین، فرقیتشون در همین است. اکنون معناهای این تقسیمات، چرا کاده را به سه قسم تقسیم کردن یا اخوات کاده را؟ اولین قسمش گفتن افعال مقاربه. افعال مقاربه برای چی میگوین؟ میگن تدل علی قرب وقوع الخبر، به خاطر آنه که دلالت میکند به نزدیک ترین وقتی که واقع میشود خبر. پس دقت بتید اینجا دیره واضح کنیم. ما کاد یذهبو، این یذهبو خبری کاده است، این یذهبو خبری کاده هست. پس میگیم نزدیک بود. ببین کاده را افعال مقاربه که است، نزدیک بود یا قریب بود ترجمهش میکنیم. همچنین اوشکر هم نزدیک بود، قریب بود ترجمه میکنیم. همچنین کربر هم نزدیک بود یا قریب بود ترجمه میکنیم. سه تا فعلی که دارد افعال مقاربه، هر سهش به یک معنا ترجمه میشود، نزدیک بود یا قریب بود ترجمه میشود. پس میگوید نزدیک بود یذهبو،
یذهبو برود، یذهبو این را زمان حال ترجمه میکنیم، میرود آینده در نیست، یعنی که فعل مضارع دو زمان در بر میگیره، زمان حال، زمان آینده استقبال. این یذهبو را زمان حال ترجمه میکنیم. بگیم که کاد یذهبو یعنی که قریب بود برود، قریب بود برود بازگشت. این حتی را میشه ترجمه نکنیم، میشه ترجمهش کنیم حتی رجع، حتی بازگشت، میشه ترجمه نکنیم، بگیم که قریب بود برود بازگشت. دقت دادید؟ پس این را کاده میگن و این افعال کاده که سه تا بود، یعنی اخواتش یا در افعال مقاربه کاده و اوشکه و کربه. و بعد از این گفتیم دویم تقسیم کاده افعال رجا هست. افعال رجا را برای چه افعال رجا میگن؟ میگه به خاطر اینکه تدل علی رجاء وقوع الخبری، یعنی دلالت میکند برای امیدواری واقع شدن خبر، یعنی که انسان امیدوار میشود که همون کار واقع میشود. مثلا یک کس میگوید که عسى ان تذهب، عسى ان تذهب یعنی امید میکند که میروی. ببین رجا میکند، امید میکند. از این حساب میگه اینها را افعال رجا. پس عسا، حرا، اخلال قرا به معنای امید میکند ترجمه میکنیم، به معنای امید میکند ترجمه میشود افعال رجا. اکنون سوم قسمش افعال شروع هست. افعال شروع را انشاءالله که در این جمعیت این اخذه از افعال شروع هست، این را در این افعال شروع انشاءالله معناش بیان میکنیم، زیرا اینکه در این با مثال بخونیمش خوبتر هست. اکنون دقت بدید یک بار دیگر، ما کاد یذهب حتی رجع. اینجا با یک مسئله نحوی دیگر هم هست. در اول کاده اگر ما نافیه بدراید او را منفی ترجمه میکنیم یا اثبات ترجمه میکنیم، مثبت ترجمه میکنیم. بعضی علما میگن منفی ترجمهش کو. اگر منفی ترجمه کردیم میگیم قریب نبود، نزدیک نبود برود. دقت دادید؟ ما کاد یذهبو، قریب نبود، نزدیک نبود برود بازگشت. این طور ترجمه میکنیم. کسی که میگه منفی ترجمهش میکنیم. اما بعضی علما میگه ما هم اگر بدراید نفی هم بدراید مثبت ترجمهش میکنیم. پس گپ اون علما را بگیریم میگیم که نزدیک بود، قریب بود برود بازگشت. این دو ترجمه جایز و درست است و علما درباره این گپای خیلی طولانی دارن، علمای گراماتیکو و علمای زبان عربی. خب همین قدر معلومات در اینجا کفایه میکنند. بعد از این میگوید ما کیتو اجلس حتی نظر الیه. این همین ما کیتو همچنین از اخواتی چی است؟ از اخواتی ما کیتو از اخواتی کاده هست. دقت بدید، ما کیتو اجلسو حتی نظر الیه، در اولش ما دارد، کاده را در اولش ما در آمده است، نفی. علمایی که میگن که منفی ترجمه کنیم، پس با گفت اونها ترجمه کرده میگیم که نزدیک نبود بنشینم نگاه کرد به سویم، یا حتی نگاه کرد به سویم. حتی را میشه ترجمه کنیم، میشه ترجمه نکنیم. نزدیک نبود، قریب نبود بنشینم. اجلسو این فعل مضارع را به زمان حال ترجمه میکنیم. نزدیک نبود، قریب نبود بنشینم نگاه کرد به سویم. این یکم ترجمه به معنای نفی. اما به معنای اثبات اگر ترجمهش کنیم، مثبت اگر ترجمهش کنیم، پس چی میگیم؟ میگیم که ما کیتو اجلسو حتی نظر الیه، نزدیک بود، قریب بود بنشینم نگاه کرد به سویم. نزدیک بود بنشینم، قریب بود بنشینم، حتی نگاه کرد به سویم. پس این ترجمه هاش، هر دی ترجمه ها یا معنی دارد و فقط درباره با کدام طریق ترجمه کنیم اختلاف است، منفی یا که مثبت. بعد از این اکنون میگذاریم در اخذ یقرأ. این اخذ در اینجا از افعال شروع است، از اخوات کاده است. چطوری کاده را گفتیم؟ از اخوات کاده است. اما گفتیم اخوات کاده به سه قسم تقسیم می شود. افعال مقاربه، پس اخذ از افعال مقاربه نیست. از این حساب اخذ را به معنای قریب و نزدیک ترجمه نمی کنیم. این یک تا. و دویم تقسیم کاده
افعال رجا بود. پس اخذه از افعال رجا نیست. پس این اخذه را به معنای امیدواری ترجمه نمی کنیم. پس اخذه از اخوات کاده است، اما از قسم سیم از افعال شروع هست. افعال شروع را به معنای شروع کردن فعل ترجمه میکنیم. از این حساب در معنای افعال شروع را میگن تدل علی الشروع فی العمل. افعال شروع را برای چه افعال شروعش میگن؟ میگه به خاطر آنه که دلالت میکند برای شروع کردن کار، شروع شدن همون کار شروع میشود. پس ببینید اکنون ترجمهش را. اخذ یقرأ، پس اخذ را نمیگیم گرفت، اخذ را میگیم شروع کرد میخواند یا شروع کرد خواندن را، شروع کرد بخواند. یقرأ را به زمان حال اگر ترجمه کنیم شروع کرد بخواند. دقت دادید؟ اخذ شروع کرد ترجمه شده که از اخوات کاده است، از افعال شروع هست به معنی شروع کردن. پس باقی مانده فعل هاشم افعال شروع، مثلا شرع، بدع، جعل، انشأ، حب، طفیق، اینو هم همشون به معنای شروع کردن ترجمه میشن، فقط لفظشون دیگر هست، اما به معنای شروع کردن ترجمه می شود. مثلا یک کس میگوید که جعل الاستاذ یشرح الدرس، ترجمه کن چی می شود؟ میگیم که شروع کرد استاد. جعل به معنای شروع کرد، شروع کرد استاد، زیرا که از افعال شروع هست. شروع کرد استاد شرح بدهد، زمان حال، یشرحو شرح بدهد درس را. دقت دادید؟ پس این نازکی‌های افعال کاده را در ذهنتون داشته باشه. اما شرطاش که افعال کاده بعضش خبرش باید با فعل مضارع و ان مصدریه در اولش بیاید یا فعل مضارع بیاید یا چی بیاید، اینها را انشاءالله در آینده ها بیان میکنیم، زیرا اینکه در این درس اگر در این مسئله بسیار صحبت کنیم درسمون خیلی طولانی می شود. خب یک بار دیگر میخونیم. اخذ یقرأ یعنی شروع کرد بخواند، یا میتونیم بگیم شروع کرد خواندن را، خواندن شروع کرد، اما بهترش بگیم شروع کرد بخواند. بعد از این میگوید سقط المطر، سقط المطر یعنی باران بارید، سقط المطر باران بارید. بعدش میگوید بله، بله یعنی تر شد، بله نمناک شد، تر شد. فعل مضارعش یبلو، یبلو یعنی تر می شود، نمناک می شود. مصدرش می شود بلون یعنی نمناک شدن، تر شدن. پس بله یبلو از 22 باب صرفی باب یکم هست، از باب یکم است، باب نصر ینصر است، اما این مضاعف است به مثل مد یمدو است. بله به مثل مد، یبلو به مثل یمدو، مضاعف از باب نصر ینصر، از یکم باب ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید سوف یذهب یعنی در آینده می رود، سوف یذهب در آینده می رود. پس این از کلمه های نوی درس 82. با همین کلمه های نوی درس 82 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 82. صاحب کتاب میگوید سهرت البارحة ولم انم طول اللیلة لان الدروس كانت كثيرة. میگوید که شب زنده‌داری کردم شب گذشته را و خواب نکردم شبی دراز، زیرا اینکه درس ها بسیار بود. سهرتو شب زنده‌داری کردم، البارحة شب گذشته را، خواب نکردم. سهرتو یعنی خواب نکردم، شب زنده‌داری کردم، البارحة شب گذشته را. ولم انم و خواب نکردم، ولم انم و خواب نکردم طول اللیلتی یعنی طول شب، یعنی از شب تا روز خواب نکردم. لان لام تعلیل، لان دروس زیرا اینکه درس ها کانت کثیرتن خیلی زیاد بود، درس ها بسیار بود. کثیرتن خبری کانت از این حساب منصوب هست. دروس اسم ان برای همین خاطر منصوب هست. سهرت البارحة ولم انم طول اللیلة لان الدروس کانت کثیرتن. شب زنده‌داری کردم شب گذشته را و خواب نکردم شب دراز،
زیرا اینکه درس ها بسیار بود. طوله به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر آنه که این ظرف است. این اصل یا میتونیم بگیم نایب از جای ظرف زمان هست. نایب از جای ظرف زمان، زیرا که مضاف شدگی است به لیل. لیل ظرف است، مضاف شدگی است به لیل، از این حساب نایب میتونیم طوله بگیم نایب از جای ظرف منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره. بعد از این میگوید من الثابت ان تبدیل الهواء فی المساکن حینا بعد حینین من الامور الضروریه للصحه، یعنی که من الثابتی یعنی ثابت است به شبهه به شک، ان تبدیل الهواء هر آینه تغییر دادنی یا تغییر یافتن باد و هوا یا تغییر دادن باد و هوا یا تغییر دادن هوا فی المساکنی در خانه ها در جایهای زندگی میکردگی، حینا بعد حینین زمان بعد زمان، من الامور الضروریه لصحتی از کارهای ضروری برای صحت است، برای سلامتی است، یعنی از کارهایی که ضرور است برای سلامتی و برای صحت و برای تنصیحتی. میگوید من الثابتی ان تبدیل الهواء، تبدیل برای چه منصوب است؟ به خاطر که اسمی ان هست. ان تبدیل الهواء، هوای مضاف الیه تبدیله، فی المساکنی حینا منصوب است به خاطر اینکه ظرف است، بعد منصوب است به خاطر اینکه ظرف است، مضاف حینین مضاف الیه، من الامور الضروریه للصحه. میگوید من الثابتی ان تبدیل الهواء فی المساکن حینا بعد حینین من الامور الضروریه للصحه، یعنی به شبهه تغییر دادن هوا در خانه ها زمان بعد از زمان از کارهای ضروری است برای سلامتی. بعدش میگوید من اراد العلم سهر اللیالی، یعنی هر کسی که اراده علم بکند شب زنده داری میکند، یعنی شب بیدار خوابی میکند، اللیالی شبها را شب زنده داری میکند. من اراد العلم سهر اللیالی، هر کسی که اراده بکند، هر کسی که بخواهد علم را، یعنی کسی میخواهد علم بگیرد، سهر اللیالی شبها را با بیداری سپری میکند، میگذراند. اراده فعل ماضی، من این اسمی شرط است. اراده فعل شرط، فعل ماضی در محل جزم فعل شرط. العلم مفعول به اراده. سهره فعل ماضی مبنی علی الفتح فی محل جزم جواب شرط، جواب من. اللیالیه مفعول به سهره. من اراد العلم سهر اللیالیه، یعنی که هر کسی که اراده علم بکند شبها را زنده داری میکند، شب زنده داری میکند. بعدش میگوید تعرضت و انا راکب سیارة سید احمد لمجرى الهواء فعلمت اننی سأمرض حتما. میگوید تعرضت یعنی قرار گرفتم، دوچار شدم. و انا راکبون، ای واو حالیه است، و در حالی که من، واو ترجمه حالیه میکنیم، و در حالی که من راکبون سوار بودم، سیارت سید احمده ماشین سید احمد را، ماشین سید احمد را، لمجرى الهوائی، یعنی لمجرى الهوائی یعنی تعرضت دوچار شدم. در چی دوچار شدم؟ در مجرای هوا، یعنی در دمی شمال، در دمی شمال دوچار شدم یا قرار گرفتم. فعلمت پس دانستم اننی سأمرض، هر آینه من بیمار میشوم، حتما به طور حتمی به شک و شبهه بیمار میشوم. تعرضت فعل فاعل، واو حالیه، انا مبتدا، راکبون خبر، سیارتا مفعول به راکبون، راکبون اسم فاعل است، عمل میکند عمل فعلش را و تکیه کردگی است، اعتماد کردگی است به مبتدا، زیرا که خبر است، از این حساب عمل کرده میتواند. یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اینها به شرط عمل میکنن عمل فعل را. اما
یا مصدر، اینها به شرط عمل میکنن، اما فعل ها به شرط عمل میکنن. اینها کمی ناقص که هستن با شرط عمل میکنن. پس اینجا شرطش تکیه کردگی است به انا، به مبتدا. راکبون عمل میکند، عمل فعلش سیارتا مفعول بهی، یعنی راکبون هست، از این حساب منصوب است. راکبون فاعلش باز انا در تحتش ضمیر مستتر است، اسم فاعل با فاعل میگیرد. پس فاعل ضمیر مستتر انا هست، سیارتا مفعول بهی راکبون هست، سیارتا مضاف، سید احمد مضاف الیه. لمجرى الهوایی یعنی در دم شمال. فعلمتو پس دانستم، فعل و فاعل، اننی سامرضو هر آینه من بیمار میشوم، حتما به طور حتمی. اننی به تعویل مصدر صد مسد مفعوله علمتو میشود، زنی که علم یعلمو دو مفعول میگیرد. پس در اینجا اننی سامرضو به تعویل مصدر جای دو مفعولی علمتو را گرفتگی است. حتما باشد به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول مطلق برای فعل محذوف است. فعلش حتم یحتمو است، یعنی احتمو حتما، احتمو حتما، یعنی ضروری میدونم ضروری دانستنیه، یا حتما میدونم حتمانی دانستنیه. پس این طور ترجمه میشه. حتما یعنی حتما، به شک و شبهه ترجمه شم کنه میشود. پس میگه تعرضت و انا راکب سیارت سید احمد لمجرى الهواء فعلمت اننی سامرض حتما، یعنی که دوچار شدم، قرار گرفتم و در حالی که من سوار بودم ماشین سید احمد را در دم شمال قرار گرفتم، در دم شمال. پس دانستم که هر آینه من بیمار میشوم، حتما، به شک و شبهه. بعدش میگوید کانت شوارع مدینتنا من قبل ضیقة و ملتویة فاصبحت الان عریضة و مستقیمة. یعنی میگه که کانت شوارع مدینتنا، یعنی بود کوچه های شهر ما، شوارع کوچه ها، خیابان ها و کوچه های مدینتنا شهر ما، من قبل یعنی از پیش، ضیقة تنگ بود، و ملتویة، ببین یا برگشته است در اینجا، و ملتویة یعنی کج کلیب بود، ملتوی گفتیم کج و کلیب، و ملتویة و کج بود. فاصبحت الان، پس اصبح به معنای ساره است در اینجا، پس گشته است حال حاضر، عریضة پهن، یعنی اول تنگ بود، حاضر پهن است، کشاد است. و مستقیمتن و راست است، اول ملتویتن بود یعنی کج کلیب بود، حاضر مستقیمتن است، حاضر راست است، یا میتونیم بگیم هموار است. اکنون میگد کانت شوارع مدینتنا، شوارع اسمی کانت، ضیقتن خبری کانت، ضیقتن خبری کانت برای خاطر منصوب است، و ملتویتن عطف در جای ضیقتن. فاصبحت الان، اصبح اسمی، اصبح هی برمیگردد به شوارع، اسمی اصبح می شود، عریضتن خبری اصبح می شود. اصبح هم از اخواتی کانه هست، پس اسمو خبر میگیرد، خبرش عریضتن و مستقیمتن عطف در جای عریضتن هست. کانت شوارع مدینتنا من قبل ضیقة و ملتویة فاصبحت الان عریضة و مستقیمة. بود کوچه ما، کوچه شهرهای ما، من قبل از پیش. این من قبل بارها گفتیم در درس‌های گذشته که قبل از ظرفای غایات است، اگر مضاف الیهش ذکر نشود مبنی علی الضم می شود. پس من حرف جر است، لیکن من قبلی نمیگیم. چرا؟ زیرا اینکه این شرط داشت، گفتیم افعال غایات اگر که ما مضاف الیه معنا را نیت کنیم مبنی علی الضم می شود، اگر لفظ نیت کنیم پس مجرور می شود. اگر لفظ نیت کنیم پس میگیم من قبلی، اما اینجا ده از من قبلو معلوم شد که این لفظ نیت نکرده است، معنا را نیت کردگی است که این را انشاءالله در نحو با تفصیل خواهیم خواند. ضیقة و ملتویة یعنی تنگ بود و
کج و کلیب بود. فاصبحت الان عریضة و مستقیمة، پس گشت از حال حاضر، الان ظرف است، اعرابش ظرف از مبنی علی الفتح فی محل نصب ظرف، و گشت از حال حاضر پهن یا کشاد و راست و مستقیم یعنی راست. بعد از این میگه کان هذان الکتابان کلاهما فی الخزانه، یعنی که بود اینها کتاب ها هر دویشان در شکف، خزانه شکف، در کتاب مونک. کان هذان الکتابان کلاهما فی الخزانه، پس دقت بتید کان فعل ماضی، کان فعل ماضی است از اخوات کان ناقص. هذانی اسم کان مرفوع علامت رفعه الالف، علامت رفعش الف. الکتابانی، الکتابانی بدل از هذانی هست، زیرا که بعد از اسم اشاره گفتیم اسم الف لام دار باشد بدل می شود، بدل هست. کلاهما توکید معنوی هست برای کتاب، توکید معنوی هست، پس توکید تابع ما قبل است، کتابانی را مطابقت کرده در اعراب مرفوع دیگه علامت رفعش الف است. پس هذان کتابان کلاهما هر چیز علامت رفعشون چی است؟ الف هستند. فی الخزانتی، در خزانه، فی الخزانتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبری کانه هست، خبری کانه اکنون هذانی اسمش بود، الکتابانی بدل از این است، کلاهما این توکیدی معنوی است، فی الخزانتی اکنون خبری کانه می شود. کان هذان الکتابان کلاهما فی الخزانه، یعنی بودن اینها هر دو کتاب ها، هر دویشان بودن این کتاب ها، این دو کتاب هر دویشان در شکف. بعدش میگوید هاتان الفتاتان کلتاهما طالبتان فی المعهد الاسلامی، یعنی که اینها دخترها هر دویشان دانشجو هستند در معهد اسلامی، اینها دانشجو هر دویشان دانشجو هستند، یا که اینها دخترها هر دویشان دانشجو هستند در مکتب اسلامی. پس هاتانی مبتدا مرفوع، الفتاتانی بدل از هاتانی، کلتاهما عطفی، این کلتاهما توکید معنوی، طالبتانی خبری هاتانی، هاتانی را مبتدا میگیم، طالبتانی را خبر میگیم، فی المعهد الاسلامی. پس میگه هاتان الفتاتانی کلتاهما طالبتانی فی المعهد الاسلامی، این دو دختر هر دویشان دانشجو هستند در مکتب اسلامی. بعد از این میگوید فرغنا من الكتابة والآن نشرع في القراءة وبعد القراءة سوف نتفرغ للعب، یعنی که فرغنا یعنی خلاص کردیم ما، فرغنا به معنای خلاص کردن، فرغنا من الكتابة خلاص کردیم ما نویستن را، من برای تعدیه هست ترجمهش نمیکنیم، فرغنا من الكتابة یعنی خلاص کردیم ما نویستن را، کتابت مصدر نویستن، خلاص کردیم ما نویستن را مفعول به، والآن و حال حاضر باشد، نشرع فی القراءة شروع میکنیم خواندن را، این فی هم برای تعدیه نشرعو هست، نشرعو فعل ماضی لازم به فی متعدی شد، پس فی حرف جار برای تعدیت، القراءة لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به نشرعو. نشرع فی القراءة یعنی شروع میکنیم در خواندن، یا که بهترش بگیم شروع میکنیم خواندن را، فی به معنای تعدیه، و بعد القراءة و بعد از خواندن سوف نتفرغ للعب، و بعد از خواندن بعدش میتونیم بگیم که در آینده نتفرغ للعب یعنی که بیکار میشویم ما برای بازی کردن، للعب برای بازی، نتفرغ بیکار میشویم یا وقت جدا میکنیم، للعب برای بازی کردن. فرغنا من الكتابة والآن نشرع في القراءة و بعد القراءة سوف نتفرغ للعب، یعنی که خلاص کردیم ما نویستن را و حال حاضر شروع میکنیم خواندن را، و بعد از خواندن وقت جدا میکنیم یا بیکار میشویم برای بازی. بعد از این میگوید کان علینا ان نتکلم همسا
لکی لا نزعج المریض فی منامه، یعنی که کان علینا باید که ما ان نتکلم همسن سخن بگوییم آهسته آهسته، پست سخن بگوییم. لکی لا نزعج المریض، تا اینکه لا نزعج المریض تشویش ندهیم بیمار را یا غم ندهیم بیمار را فی منامه در خوابش. اینه به حضور بیمار خواب کند و گپ زدن ما آوازای ما سبب تشویش بیمار نشود. کان علینا ان نتکلم همسن لکی لا نزعج المریض فی منامه، یعنی ما باید که سخن بگوییم آهسته آهسته تا اینکه تشویش ندهیم بیمار را در خوابش. ان نتکلم فعل مضارع منصوب به ان ناصبه. همسن این میتونیم این همس را بگیم حال است، این حال است. ان نتکلم همسن، این که سخن بگوییم در حال بودنمان آهسته آهسته، یعنی آهسته آهسته سخن گفتن. لکی لا نزعج فعل مضارع منصوب است با کی. ببینید کی تعلیل آمدگی است، کی از این حساب نزعجه آخرش فعل مضارع منصوب شد. المریضه مفعول به نزعجه. بعد از این میگوید هو اجنبی وليس من بلدی وليس في استطاعتی ان افهم کلامه فلا بد ان یکون بیننا مترجمون. میگد هو اجنبی، یعنی وی بیگانه هست، یعنی از دولت ما نیست، بیگانه است یا که همزبان ما نیست. لیس من بلدی، از دولت ما نیست. ولیس فی استطاعتی، و نمیتوانم، ولیس فی استطاعتی یعنی از استطاعت من نیست، یا بهترش بگم نمیتوانم ان افهم کلامه، بفهمم سخنش را، ان افهم کلامه بفهمم سخنش را. فلا بد، پس باید که حتما ان یکون بیننا مترجمون، باشد در بین ما ترجمانه. فلا بد ان یکون بیننا مترجمون، پس باید که باشد بین ما ترجمانه. هو اجنبی لیس من بلدی وليس في استطاعتی ان افهم کلامه فلا بد ان یکون بیننا مترجمون. یعنی میگد وی بیگانه است، از دولت من نیست و نمیتوانم بفهمم سخنش را، پس حتما بین ما مترجم باشد. هو مبتدا، اجنبیون خبر، لیس من بلدی، لیس از اخوات کانه، اسم لیس هو برمیگرد به اجنبی، من بلدی جار و مجرور متعلق به کائنون خبری لیسه. پس این لیسه فعل ناقصه با اسم و خبرش جمله فعلی در محل رفع صفت اجنبی می شود. هو اجنبیون، وی بیگانه است، لیس من بلدی صفتش همین است که از دولت ما نیست. و لیس فی استطاعتی، و نمیتوانم من میگوید، و لیس فی استطاعتی، و لیس اسمش هو برمیگردد یا که و لیس و نیست فی استطاعتی یعنی در استطاعت من. ولیس فی استطاعتی، فی استطاعتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر لیس مقدم ان افهم کلامه، این به تعویل مصدر اسم لیس می شود. یعنی که ولیس فهم کلامه فی استطاعتی، اصل جمله این طور است. ولیس ان افهم کلامه را به تعویل مصدر میگردونیم که فهم کلامه فی استطاعتی، ولیس فهم کلامه یعنی و نیست فهمیدن سخن وی در اختیار من و در استطاعت من، یعنی من نمیتوانم سخن وی را بفهمم. پس ان افهم کلامه به تعویل مصدر اسم لیس. فلا بد، لا نافیه للجنس، بد اسم لا منصوب مبنی علی الفتح فی محل نصب. دیدید ان یکون بیننا به تعویل مصدری که حرف جر در اینجا محذوف است. فلا بد من کون المترجمی بیننا، این تا ترجمه اینجا
اصلا به این طریق است. دقت دادید؟ اصل جمله باید همین طور باشد. فلا بد من کون المترجمی بیننا، یعنی حتمی است از بودن ترجمان در بین ما. پس این طور اصل کلام این طور است. فلا بد، پس بد گفتیم اسم لا، ان یکونه به تعویل مصدر اسم مجرور برای مین حرف جاره که محذوف است. برای مین حرف جاره که محذوف است. پس حرفای جاره را در زبان عربی ما میتوانیم حذف کنیم. حذفش سماعی هست و قیاسی است. پس قیاسیش در نمیجه است اگر اشتباه نشود، التباس نشود، پس میتونیم ما حذفش کنیم. پس در همین جمع ما مین حرف جاره را حذف کرده هستیم. دقت دادید؟ پس فلا بد من کون، مین ما حذف کرده هستیم. کونی را ان یکونه به تعویل مصدر کون یکونو، کون مصدری یکونو می شود. من کونی المترجمی، درجه المترجمی یکنون اسم کانه را مضاف برای کانه میگیریم. کون المترجمی بیننا، این ظرف خبری یکونو می شود. در هر دی صورت اگر مصدرش هم کنیم خبرش بیننا هست، اگر یکونو فعل مضارع هم باشد بیننا خبری یکونو است، مترجمون اسمی یکونو هست. بعد از این میگوید کان الیوم مصحیا عند دخول المسجد و ما کدت اخرج من المسجد حتی اخذ یسقط المطر و کانت بیدی مظلة ففتحتها لئلا یبلنی المطر. میگوید کان الیوم مصحیا، امروز روشن بود، یعنی امروز هوا صاف بود. عند دخول المسجد، در وقتی داخل شدن من در مسجد، دخولیه داخل شدن من در مسجد. و ما کدت اخرج من المسجد، و نزدیک بود ببرایم از مسجد، حتی اخذ یسقط المطر، شروع کرد، اخذ از افعال شروع کرد باریدن باران، شروع کرد ببارد باران. و کانت بیدی مظلة، و بود در دست من، به معنای فی است. و کانت بیدی یعنی کانت فی یدی، بود در دست من مظلة چتر، ففتحتها پس کشادم همون چتر را، لئلا یبلنی المطر تا اینکه تر نکند مرا باران. دقت دادید؟ کان الیوم مصحیا، امروز روز مصحی بود، یعنی که صاف بود. این در دخول المسجد، در وقتی داخل شدن مسجدم. و ما کدتو از اخوات کاده افعال مقاربه، و نزدیک بود یا نزدیک نبود، دو ترجمه را در بالا ذکر کردیم در کلمات نوی درس که دو ترجمه کردن به نفی یا به اثبات جایز است. نزدیک بود یا نزدیک نبود. بی برایم من المسجد، اخرجو خبری کدتو است. کدتو کاده با اسمش، اخرجو جمله فعلی خبری کدتو در محل نصب. من المسجد حتی اخذ یسقط المطر، اخذ از افعال شروع، اخذ افعال شروع اسمش هو، یسقط المطر این خبری اخذ در محل نصب، جمله فعلی خبری اخذ. و کانت بیدی مظلة، در دست من میگد مظله بود، یعنی که چتر بود. بیدی جار و مجرور متعلق به کائن، خبری کانت، مظلة اسمی کانت. ففتحتها پس کشادم من میگدم اون مظله را، لئلا یبلنی المطر تا اینکه تر نکند مرا باران. بعد از این میگوید بینما انا راجع من الجامع من صلاة الصبح اذ سقط المطر فبل ثيابي ولم يكن بيدي مظلة، یعنی بینما زمانی که، وقتی که، انا راجع من باز میگشتم، من الجامعی از مسجد جامع، من صلاة صبح از نماز بامداد، از مسجد از نماز بامداد میگه باز میگشتم. ایوی فجائیه، ناگهان سقط المطر، باران بارید. فبل ثیابی پس تر کرد لباسای من را، ولم یکن بیدی مظلة و در دست من چتر نبود. میگد ولم یکن بیدی مظلة، در دست من چتر نبود. پس این هست حوار و گفتگوی درس 82. در همینجا درس 82 را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم
و این درس زیادتر به خاطر آن شد که توضیحات زیادی درباره کاده اخواتش دادیم و از زیاد شدنش معذرت میخوام. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.